من فکر میکنم روشن هست که هم آمریکا و مسلماً ایران دوست ندارن که درگیر یک جنگ بشن. اینکه آیا چنین اتفاقی ممکنه بیفته سخت پیش بینی کردنش، برای اینکه ما نمیدونیم پشت درهای بسته چه میگذره، ولی فکر میکنم میشه گفت به احتمال زیاد شما جنگی خواهید داشت که در اون آمریکا و اسرائیل به ایران حمله خواهند کرد. دلیلش هم این هست که مطالبات و درخواست‌های دولت ترامپ نسبت به ایران غیر منطقی و غیر واقع بینانه است از نقطه نظر ایران و ایران اینها رو نخواهد پذیرفت و اگر ایران اینها رو نپذیره به چشم من اینطور میاد که دونالد ترامپ خودش در موقعیتی قرار داده که در چنین حالتی مجبور خواهد شد به ایران حمله کنه. شما گفتید که درخواست‌ها از نظر ایران احتمالاً قابل قبول نخواهد بود، اما در مورد اون چه که از دولت آمریکا طرف ایرانی حتی میشنوه ظاهراً اختلافاتی وجود داره. از آقای نتانیاهو ممکنه مدل لیبی رو بشنوند و از برخی از نزدیکان آقای ترامپ در مقابل از برخی دیگه از جمله از آقای ویتکاف که قرار هست در عمان باشه اینکه راستی آزمایی بشه و برنامه هسته‌ای ایران مشخص بشه که به سمت نظامی شدن پیش نمیره. آقای ترامپ هم دیشب گفت ما می‌خوایم مطمئن بشیم که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه. آیا فکر میکنید که در نهایت این درخواست‌ها به کجا ختم خواهد شد؟ ایران ظاهراً در مورد اینکه راستی آزمایی بکنن و اینکه برنامه‌اش به سمت نظامی شدن پیش نمیره با اون مشکلی نداره. شما نباید فراموش بکنین که پرزیدنت ترامپ کسی بود که از برجام عقب نشینی کرد و زیر این قرارداد زد، قراردادی که در سال 2015 منعقد شد. طبق اون قرارداد امکان نداشت که ایران بتونه سلاح هسته‌ای تولید کنه. تمام سازوکارهای راستی آزمایی هم برای این کار وجود داشت، اما دونالد ترامپ گفت این رضایت بخش نیست. چرا نظر او رضایت بخش نبود؟ برای او رضایت بخش نبود، برای اینکه برای اسرائیل رضایت بخش نبود و برای اینکه از نقطه نظر دونالد ترامپ ایران یک برنامه بسیار گسترده غنیسازی اورانیوم داشت، یک برنامه غنیسازی اورانیوم که از نقطه نظر آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها غیر قابل قبول بود. آیا پرزیدنت ترامپ الان دست از اون مطالبه بر می داره؟ منظورم مطالبه قابلیت غنیسازی اورانیوم و آیا به برجام برخواهد گشت؟ خیر، من چنین تصوری نمی کنم. چیزی که من تصور می کنم این هست که پرزیدنت ترامپ از ایران خواهد خواست که کلا قابلیت غنیسازی اورانیومش رو کنار بذاره. فکر نمی کنم ایران این رو بپذیره و بنابراین شما یک جنگ خواهید داشت. امیدوارم که دارم اشتباه میکنم. امیدوار هستم که دونالد ترامپ مقداری انعطاف الان بناداره نشون بده در درخواست‌های خودش و حاضر هست که اجازه بده و ممکن بکنه که ایران و آمریکا به توافق برجام برگردند. بنابراین پیش بینی شما یک رویارویی نظامی هست، نه حالا شاید به عنوان یک جنگ کامل، بد نیست این رو هم به اون بگید که آیا فکر می‌کنید یک جنگ کامل در خواهد گرفت یا نه یک عملیات محدود. اما ایرانی‌ها بارها تهدید کردن که به سمت سلاح هسته‌ای خواهند رفت. در این صورت سیاست خودشون رو اونطور که خودشون میگن تغییر خواهند داد و میگن که ما اعتماد نداریم، بنابراین در اون زمان هم خیلی منطقی‌تر براشون خواهد بود که به سمت سلاح هسته‌ای برن. آیا چنین کاری از نگاه بسیاری از تحلیلگران خودکشی میتونه باشه؟ چه فکر میکنید اتفاق بیفته اون موقع؟ من پیش بینی نمی کنم که قرار هست جنگ بشه. من دارم میگم به احتمال زیاد جنگ خواهد شد. خب خیلی مذاکرات باید در طول ماه‌های آینده صورت بگیره، حرف‌ها بره و بیاد تا ما منتهی به جنگ بشیم. نمیگم قطعا یه جنگ اتفاق میفته، دارم میگم اگه نگاه بکنیم به حرف‌هایی که دولت ترامپ زده و به حرف‌هایی نگاه کنید که مقامات ایرانی تا الان زدن، ما دلیل خوبی داری که این پیش بینی رو بکنیم که احتمال داره آمریکا
به ایران حمله نظامی کنه. حالا شما در من میپرسین اگه حمله نظامی کنه چه جور حمله خواهد بود؟ تصور کنم اگر آمریکا میخواد به قابلیت‌های هسته‌ای ایران حمله بکنه، به تمام تأسیسات هسته‌ای ایران حمله خواهد کرد. یعنی این شامل یک حمله بسیار گسترده علیه ایران خواهد شد. این به معنی یک جنگ همه جانبه نخواهد بود که نیروهای آمریکا با قوای زمینی به ایران هجوم ببرند، ولی اگر اتفاق بیفته یک بمباران وسیع صورت خواهد گرفت. حالا سوال اینجاست که در اون حالت ایران چه کار خواهد کرد؟ این جواب دو بعد داره. بعد اول این هستش که آیا ایران به دنبال بمب هسته‌ای خواهد رفت که فکر کنم بله، جواب این سوال مثبت هست. سوال دومی هستش که ایران چگونه واکنش نشون خواهد داد؟ آیا به اسرائیل حمله خواهد کرد؟ آیا به پایگاه‌های نظامی آمریکا حمله خواهد کرد؟ آیا به تأسیسات نفتی عربستان و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس حمله خواهد کرد؟ اینها سوالات بنیادین هست و همه نشون میده که اگر این جنگ شروع بشه دیگه عواقبش غیر قابل کنترل خواهد بود. شما ذهنیت دونالد ترامپ رو به خوبی میشناسین. بارها او رو به عنوان کسی که یک سیاست رادیکال رو دنبال میکنه در آمریکا ازش یاد کردید، اما او مشخصاً از جنگ یا از هر گونه حمله نظامی تا به حال تنها به عنوان یک تهدیدش رو به عنوان یک حربه استفاده کرده. فکر میکنید اون ذهنیت آیا در نهایت همخوانی داره با اون شناختی که از ذهنیت او دارید حملات این چنینی؟ من فکر میکنم در این مورد خاص، در مورد ایران، ما با دو تا دونالد ترامپ متفاوت روبرو هستیم. یک دونالد ترامپی هستش که در طول کارزار انتخاباتی مرتبا تاکید میکرد که او جنگ طلب نیست، مثل جو بایدن به دنبال جنگ طلب یا گسترش جنگ نیست. به روشنی میگفت که فقط دنبال مذاکره با کشورهای مثل ایران هست، نمیخواد با ایران درگیر جنگ بشه و از این قبیل حرفها. اما از وقتی رئیس جمهور شده به نظر میاد در مورد مسئله خاورمیانه یک موضع بسیار تندرو و رادیکال داره اتخاذ میکنه. شما این رو در ارتباط با غزه دیدید. او الان داره از نسل‌کشی اسرائیل در غزه و پاکسازی قومی فلسطینیان در غزه به دست اسرائیل حمایت میکنه. او دست به یک حمله هوایی گسترده علیه حوثی ها زده و حالا داره حرف از حمله نظامی به ایران میزنه که درست نقطه مقابل حرفاش به عنوان یک رئیس جمهور صلح‌طلب است. برای چیزی که میخوام بگم اینه که ما با دو تا دونالد ترامپ مواجه هستیم و کدوم دونالد ترامپ غلبه بکنه بر اون یکی در ارتباط با ایران خیلی سخت پیش بینی کردنش. اما چیزی که من دارم میگم و فکر میکنم احتمال زیاد هست اینه که ما میتونیم درگیر یک جنگ بشیم. خب تهدیدها به طور مشخص خیلی جدی است. اگر جای مقام‌های ایرانی باشید و بخواید به اونها توصیه‌ای بکنید که چطور این دوره رو بتونند پشت سر بگذارند بدون اینکه با کمترین ضربه به مردم ایران، با توجه به اینکه این تنش‌ها به طور عمده بر اقتصاد ایران ضرر عمده‌ای زده و در نهایت اثرش بر گرده مردم هست و ضرر نهایی، چه پیشنهادی به اونها می‌کردید؟ واقعیت تلخ این هست که هیچ جواب ساده‌ای برای ایران وجود نداره. اگه جواب ساده‌ای وجود داشت، تصمیم گیران ایران به اون جواب دست پیدا می‌کردند. توصیه بنیادی من این هست که ایران باید نسبت به دونالد ترامپ موضعی سرسختانه اتخاذ کنه. اگر ایران کوچکترین ضعفی در برابر دونالد ترامپ نشون بده، نه ایران نه هر کشور دیگری، دونالد ترامپ از اون کشور سوء استفاده میکنه، قلدری میکنه. وقتی شما با کسی مثل دونالد ترامپ دارین برخورد میکنین، باید جلوش بایستید و باید روشن بکنید که حاضر نیستید کوتاه بیایید. شما اگه جای ایران باشید
امیدوار خواهید بود که چنین موضعی دونالد ترامپ رو قانع خواهد کرد که به نفع خودشه که یه جنگ رو شروع نکنه و به نفع خودش هست که سعی کنه از طریق مذاکره این بحران رو حل کنه. حالا همین بحث رو یک قدم جلو ببرین. اگه شما الان جای ایرانی ها باشین باید تأکید بکنید به دونالد ترامپ که عواقب حمله نظامی آمریکا به ایران چه خواهد بود. باید به آمریکایی ها به روشنی بگویید، بعد به همه جهان به روشنی بگویید که عواقب حمله نظامی آمریکا به ایران فاجعه بار خواهد بود، نه فقط برای ایران بلکه برای بقیه. بعد نشون بدید که ایران بدون یک جنگ و مقاومت تسلیم نخواهد شد. بنابراین اگه من قرار بود به ایران توصیه بکنم، به اونها توصیه میکردم که نسبت به دونالد ترامپ موضع سرسختانه اتخاذ کنن تا بتونن از جنگ پیشگیری کنن. و در نهایت در یک تصویر بزرگتر وقتی رقابت آمریکا و چین رو به عنوان دو قدرت در نظر میگیریم و رابطه نزدیک ایران با چین و روسیه، در این اتفاقات ژئوپلیتیکی که در منطقه داره میفته در مورد رقابت بین این دو قدرت بزرگ، دو ابرقدرت، ایران کجای این معادله ایستاده؟ شکی نیست که بر اثر سیاست‌های آمریکا در دوران دولت بایدن و همین الان در دولت دونالد ترامپ، روس‌ها، چینی‌ها، کره شمالی ها و ایرانی ها به هم نزدیکتر شدن. هر 4 کشور نفع خودشون رو در این میبینن که علیه آمریکا متحد بشن. روس ها و چینی ها در کنار کره شمالی ها و به نظر من ایرانی ها همه این رو فهمیدن که شما نمیتونین در برابر فشار آمریکا ضعیف باشید و ضعف نشون بدید. منطقی هست برای هر 4 کشور که تا حد ممکن با هم یک پارچه باشن. بنابراین تصور من این هست که ایران در روزهای آینده سعی خواهد کرد تا حد ممکن خودشونو به روس‌ها نزدیک نگه دارن، نه فقط به روس‌ها بلکه به چینی‌ها، با این هدف که بتونن از این دو کشور استفاده کنن که بر دونالد ترامپ فشار بیارن تا جنگی رو علیه ایران شروع نکنه.